روزها، هفته‌ها، ماه‌ها، سال‌ها داره میگذره ولی هنوز سودده نشدی. استراتژی داری، قوانین رو بلدی، اما هنوز نتونستی ازش یه درآمد واقعی بسازی. به این میگم مرحله سکون یا همون توقف. ولی برای اینکه بدونی چطور باید ازش خارج بشی، اول باید بدونی چطور واردش شدی. بذار با یه نمودار از دیوید دانینگ و جاستین کروگر برات توضیح بدم. یه نمودار که محور عمودیش اعتماد به نفسه و محور افقیش مهارت. وقتی وارد دنیای ترید میشی تقریبا هیچ چیز از بازار نمیدونی، ولی با چند تا برد کوچیکی اعتماد به نفس خیلی عجیب پیدا میکنی. تو اوج اعتماد به نفس عملاً کور ریسک میشی، چون هنوز نمیدونی واقعا ریسک یعنی چی و چطور توی بازار کار میکنه. اینجا معمولاً اشتباهایی مثل بیش از حد معامله کردن یا اهرم زیاد گرفتن پیش میاد. نتیجهش از دست دادن پول و مهمتر از اون از دست دادن اعتماد به نفس. و اینجاست که وارد مرحله بعدی میشی، مرحله سکون طولانی. اینجا صدها معامله رو بک تست میکنی، هر مدل، هر تئوری و هر اندیکاتور رو مطالعه میکنی، ولی بازم جواب نمیگیری، چون الان داری چیزی رو تجربه میکنی که بهش میگن اج بلایند. یعنی اون اعتماد به نفست رو از دست دادی، دیگه نمیتونی بفهمی کی استراتژیت واقعا جواب میده. فقط دلایل شکست رو میبینی. چارت بهت احساس ترس میده و فکر میکنی ستاپت ناقصه و دائم شک میکنی، تردید میکنی و بیش از اندازه فیلتر میکنی. این مرحله ممکنه سالها طول بکشه و بیشتر تریدرها همینجا بی سر و صدا تسلیم میشن. اما اون تعداد کمی که ادامه میدن بالاخره به لحظه آها میرسن. لحظه‌ای که میفهمی یه چیزی داره برات جا میفته و کم کم دوباره اعتماد به نفس پیدا میکنی، تا جایی که دوباره برسی به همون سطح اعتماد به نفس اولیت. اما این بار نه فقط اعتماد داری، بلکه یه عالمه دانش واقعی از بازار هم دستگیرت شده. و اینجاست که تریدر حرفه‌ای متولد میشه. یادت باشه اون لحظه آها برای هر کسی فرق داره، ولی معمولاً با زور زدن بیشتر به دست نمیاد، بلکه با دیدن ترید از یه زاویه جدید میاد. زاویه که بر اساس درک، ساختار و خودآگاهیه. و گاهی فقط کافیه یه آدم درست سوال درست رو ازت بپرسه. اگر هم حس می‌کنی توی مرحله سکون گیر کردی، به هم پیام بده تا با کمک هم دیگه از پسش بر بیایم.